در تمام مراسم ختم حتی یک قطره اشک از چشمان سارا پایین نیامد. نه به این دلیل که پدرش را دوست نداشت. هنوز باورش نشده بود مردی که تمام عمر با او فاصله داشت برای همیشه رفته است. اما همانجا احساس کرد رضا حتی در مرگش هم چیزی را از خانواده پنهان کرده. مهمان‌ها یکی یکی جلو می آمدند. دستش را می گرفتند و از خاطرات خوب رضا می گفتند. اما سارا به سختی صدای آنها را می شنید. تمام ذهنش درگیر آخرین نگاه پدر بود. نگاهی که انگار می خواست چیزی بگوید اما باز هم سکوت کرده بود. 7 روز بعد آقای کاظمی وکیل قدیمی خانواده آنها را به دفترش دعوت کرد. سارا، نگار و مادرشان تصور می‌کردند قرار است فقط درباره تقسیم اموال صحبت شود. وکیل پاکت محروم شده ای را مقابلشان گذاشت. پاکتی که رضا پیش از مرگ شخصاً به او سپرده بود. اموال رضا به طور مساوی میان همسر و 2 دخترش تقسیم شده بود. همه چیز عادی به نظر می رسید تا اینکه وکیل به آخرین بند رسید. رضا یک کلید قدیمی را فقط برای سارا گذاشته بود. کلید صندوقی که در انبار خانه ییلاقی قرار داشت و طبق وصیت فقط سارا اجازه داشت آن را باز کند. صبح روز بعد سارا بدون اینکه چیزی به نگار بگوید راهی خانه ییلاقی شد. تمام مسیر کلید را کنار خودش گذاشته بود و به یک سوال فکر می‌کرد. چرا پدر از میان همه اعضای خانواده او را انتخاب کرده بود؟ همان دختری که همیشه احساس می‌کرد کمتر از نگار دوست داشته شده است. خانه سالها بود خالی مانده بود. دیوارهای ترک خورده و حیاط پر از برگ هیچ شباهتی به خاطرات کودکی سارا نداشت. وقتی کلید در قفل چرخید، بوی رطوبت و چوب کهنه از داخل بیرون زد. انگار خانه تمام این سالها منتظر بازگشت او مانده بود. هر گوشه خانه خاطره‌ای فراموش شده را زنده می‌کرد. عکس‌های خانوادگی هنوز روی دیوار بودند، اما لایه‌ای از گرد و غبار روی صورت‌ها نشسته بود. سارا ناگهان متوجه شد در بیشتر عکس‌های کودکی پدر کنار نگار ایستاده و خودش همیشه چند قدم دورتر بوده است. در انتهای انبار زیر پارچه‌ای ضخیم صندوق چوبی بزرگی پیدا کرد. قفل صندوق زنگ زده بود، اما کلیدی که پدر برایش گذاشته بود دقیقاً درون آن جا گرفت. دست سارا برای لحظه‌ای لرزید، چون احساس می‌کرد بعد از باز شدن این صندوق دیگر هیچ چیز مثل گذشته نخواهد بود. داخل صندوق نه پولی بود و نه جواهری. چند بسته نامه، عکس‌های سیاه و سفید، یک شناسنامه قدیمی و دفترچه‌ای پر از مبالغ پرداخت شده در آن قرار داشت. روی بیشتر پاکت‌ها تنها یک نام دیده می‌شد: مریم. نام زنی که سارا هرگز از پدر و مادرش نشنیده بود. در یکی از عکس‌ها پدرش را در دوران جوانی شناخت. رضا کنار دختری ایستاده بود که سارا هرگز ندیده بود. فاصله میان آن دو کم بود و نگاهشان چیزی فراتر از یک آشنایی ساده را نشان میداد. پشت همان عکس تاریخی ثبت شده بود: 2 سال پیش از ازدواج رضا و پروین. تعداد نامه‌ها بیشتر از چیزی بود که ابتدا تصور می‌کرد. بعضی پاکت‌ها مربوط به 40 سال پیش بودند و بعضی فقط چند ماه قبل نوشته شده بودند. هیچ کدام مهر پست نداشتند. رضا تمام عمر برای مریم نامه نوشته بود، اما ظاهراً جرأت فرستادنشان را پیدا نکرده بود. اولین جمله نامه کافی بود تا تمام تصور سارا از پدرش فرو بریزد. رضا نوشته بود: مریم، هنوز نمیدانم پسرمان امروز چه شکلی شده. سارا چند بار جمله را خواند. پدرش پیش از ازدواج با پروین صاحب پسری شده بود. برادری که سارا و نگار هیچ اطلاعی از وجودش نداشتند. سالها قبل از تولد سارا، رضا عاشق مریم شده بود. آنها تصمیم داشتند ازدواج کنند و حتی درباره خانه و آیندهشان حرف زده بودند. اما خانواده مریم رضا را مرد مناسبی نمی‌دانستند. او هنوز ثروتمند نشده بود و چیزی جز چند آرزو و یک شغل معمولی نداشت.
وقتی خانواده مریم از رابطه آنها باخبر شدند، همه چیز ناگهان پایان یافت. مریم را مجبور کردند با مرد دیگری ازدواج کند و رضا حتی اجازه آخرین ملاقات را هم پیدا نکرد. اما در آن زمان هیچ کس نمی‌دانست مریم فرزندی از رضا در وجودش دارد. چند ماه بعد مریم پسری به دنیا آورد. خانواده‌اش تصمیم گرفتند هویت واقعی پدر کودک برای همیشه پنهان بماند. رضا فقط از طریق یکی از آشنایان قدیمی از تولد فرزندش باخبر شد. اما هرگز اجازه پیدا نکرد پسرش را از نزدیک ببیند. رضا سالها مخفیانه برای پسرش پول فرستاد. تولدهایش را در دفتر کوچکی ثبت می‌کرد و برایش نامه می‌نوشت. نامه‌هایی که هیچ وقت ارسال نشدند. او می‌ترسید ورودش به زندگی پسر گذشته مریم را نابود کند. همین ترس سکوتی ساخت که بیش از 40 سال ادامه پیدا کرد. سارا همان شب با صندوق به خانه برگشت. در تمام مسیر میان خشم و دلسوزی سرگردان بود. پدرش خانواده دیگری نداشت، اما بخشی از زندگیش را چنان پنهان کرده بود که حالا تمام خاطرات گذشته برای سارا معنای متفاوتی پیدا می‌کرد. سارا صندوق را مقابل مادرش گذاشت و منتظر شوک یا انکار او ماند. اما پروین فقط به نامه‌ها نگاه کرد و آهسته سرش را پایین انداخت. همان واکنش کافی بود تا سارا بفهمد مادرش سالها از این راز خبر داشته است. پروین اعتراف کرد که رضا پیش از ازدواج همه چیز را برایش تعریف کرده بود. او با علم به گذشته رضا با او ازدواج کرده بود. اما شرط گذاشته بود این راز هرگز وارد زندگی دخترانشان نشود. پروین تصور می‌کرد با سکوت از خانواده محافظت می‌کند، غافل از اینکه سکوت فقط زخم را عمیق‌تر کرده بود. در همان لحظه نگار وارد اتاق شد و بخشی از ماجرا را شنید. حالا او هم می‌فهمید پدری که همیشه نزدیکترین فرد زندگیش بود، بزرگترین حقیقت زندگی خود را از او پنهان کرده است. آن شب 3 زن تا صبح کنار صندوق نشستند و نامه‌ها را یکی یکی خواندند. در همین زمان آقای کاظمی آخرین دستور رضا را اجرا کرد. یکی از نامه‌های قدیمی باید بعد از مرگش به آخرین نشانی شناخته شده مریم فرستاده می‌شد. رضا حتی پس از مرگ نیز جرأت نکرده بود مستقیم با گذشته روبرو شود. نامه پس از چند روز به دست مریم رسید. زنی که بیش از 40 سال تلاش کرده بود خاطره رضا را فراموش کند، با دیدن دستخط او دوباره به همان دختر جوان تبدیل شد. اما خبری که مریم برای خانواده داشت از تمام نامه‌های رضا دردناکتر بود. چند روز بعد مریم مقابل خانه خانواده رضا ایستاد. سارا پیش از آن که زن خودش را معرفی کند، از روی عکس‌های قدیمی او را شناخت. مریم نامه و عکسی را به سارا نشان داد و گفت برای گرفتن چیزی نیامده، فقط می‌خواست آخرین بخش حقیقت را تعریف کند. مریم گفت پسرش سالها از هویت واقعی پدرش بیخبر بوده است. او ازدواج کرده و صاحب دختری شده بود، اما خودش و همسرش چند سال قبل در یک حادثه جان باخته بودند. تنها بازمانده آن شاخه فراموش شده خانواده دختری 16 ساله به نام لیلا بود. لیلا 16 سال داشت و پس از مرگ پدر و مادرش مدتی با مریم زندگی کرده بود. اما بیماری و شرایط مالی مریم اجازه نمیداد برای همیشه سرپرستی او را بر عهده بگیرد. سارا چند شب نتوانست بخوابد. پذیرفتن لیلا فقط کمک کردن به یک نوجوان بی سرپرست نبود. یعنی پذیرفتن بخشی از گذشته پدر که تمام عمر از آن خشمگین بود. وقتی سارا مقابل لیلا نشست، تمام جمله‌هایی که از قبل آماده کرده بود از ذهنش رفت. همان چشم‌ها، همان ابروها و حتی شیوه نگاه کردنش یادآور رضا بود. لیلا فقط پرسید آیا پدر بزرگش از وجود او خبر داشته است؟ سارا نتوانست جواب قطعی بدهد، اما عکس و نامه‌ها نشان می‌دادند رضا هرگز آنها را فراموش نکرده بود. سارا نمی‌توانست گذشته پدرش را تغییر دهد.
اما می توانست نگذارد اشتباه او یک نسل دیگر ادامه پیدا کند. دست لیلا را گرفت و او را به خانه‌ای دعوت کرد که سالها بخشی از آن عمدن از او پنهان شده بود. شاید رضا بلد نبود حقیقت را در زمان زندگیش بیان کند. اما صندوقی باقی گذاشت تا دخترانش کاری را انجام دهند که خودش هرگز جرأت انجامش را نداشت. آن روز یک راز قدیمی تمام نشد. به فرصتی برای ساختن یک خانواده تازه تبدیل شد. اگر به قصه ها، حکایت ها و داستان های جذاب علاقه دارید، لطفاً کانال استودیوی حکایت را سابسکرایب کنید.